میخواستم یه میتیشن خیلی طولانی تر بدم، ولی چون مبحثمون مونده، دوستان اگر بیان، آقای رستگار درست میگن، بیاین آقای رستگار کارتون داره لطفا. یه حرکتی بده که قشنگ دیگه بیدار شه. این یوگا پاور رو سر میرن که بیدار شه. آره دوستان اومدن، همه اومدن. یه دقیقه کلاس در خدمت آقای رستگار. خیلی مرسی، ممنون. درخواست کردم که خوش این سری حرکات کشید. مرسی. بله الان دیگه باکی نه، فردا صبح اومدی. آخه خب یکی دستشو به حمایت هممون میشه. بذار من نگم دم، شما پاشو. سر بچه گردن. آها مرسی. من نمیشینم. میخوای موزیک هم براتون بذارم؟ دفعه بعد موزیک هم میذارم. باز کنیم نفسو بریم پشت سر، بیاریم پشت کمر، فشار بدیم در بیرون، دست راست، دست چپ، اینجا بدن دست راست، دست چپ، اینجا دست راست. به به چه کششی. نه مرسی، خیلی خیلی ممنون. بقیه هنرمندانم منتظر باشن که هر جلسه یکی انتخاب خواهد شد. یعنی همیشه آمادگی، هنرمندتون آمادگی برای بیرون اومدن داشته باشه. خب میریم سر دومین تمرین هفتمون. اولی گفتیم صفحات صبحایی که قراره با قلم ما استفاده کنیم بنویسیم. دومین کاری که نمیگم هر روز، ولی سعی کنین هفته یک بار حداقل اگر شده با هنرمند درونتون قرار بذارید، با کودک درونتون قرار بذارید، با معشوق درونتون قرار بذارید. به قول باز بریم سراغ مولانا که 100 بار از این راه با آن خانه رفتی، یک بار از این خانه بر این بام برآیید. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار. در بادیه سرگشته شما از چرایید؟ ما چرا واقعا همش سرگشته هستیم در بیرون؟ نگران هنرمند همه آدما هستیم. نگران این هستیم که خلاقیت شما نهفته نمونه، شما وضعیت خوب بشه، شما بیزینست بگیره، شما عروس خوبی باشی، نقاش خوبی باشی، آشپز. یعنی نگران هنرمند همه آدما هستیم. اون نگران زندگی و سرنوشت دیگران هستیم. اما مثل اینه که نگران بچه‌های مردم باشی ولی نگران بچه خودت نباشی. داری دروغ میگی دیگه، داری انرژی تو میخوری. من اول از همه بایستی
نگران، کارآفرین، انرژی دهنده، بازیگر با کودک خودم باشم. بعد وقت بذارم برای دیگری تا من مسیر این انرژی رشد رو برای کودک خودم فراهم نکنم. چطوری میتونم برای کودک‌های دیگر این کارو بکنم؟ من اگر به کودک خودم، به معشوقه خودم سر نزنم، بعد همش حواسم باشه که خانم آقای فلانی چیکار کرد، همسر فلانی چیکار کرد. من باید با معشوقه خودم قرار بذارم دیگه. نه، نمیشه که برم با معشوقه دیگری قرار بذارم. همونطور که اگر من با معشوق دیگری قرار بذارم خیانته، وقتی که با معشوق خودم هم قرار نمیذارم، اون که در درونم و با دیگرانم همش تو فکر دیگران هستم، خیانت. برای همون شاد نیستم، برای همون دچار اضطرابم، همیشه دچار نگرانی هستم. چرا؟ چون انرژی ندارم. ما انرژیمون یک مقداری هست که اون انرژی توسط ذهن من، مغز من و فکر من خورده میشه. حالا میرسیم در مراحل بعدی که چه چاهی داریم و این چاه، در درون این چاه چه چیزهایی هست، ما چقدر داریم ازش آب میکشیم و چه جوری داریم خشکش میکنیم با مصرف بی‌رویه. مثل چاهایی که اطراف مشهد زدن، انقدر چاه زدن بدون مجوز، غیر قانونی، و انقدر از این آب میکشن که ما دچار خشکسالی هستیم. الان چاه درون ما هم همینطور، من انقدر دارم ازش میکشم و فکر میکنم که خلاقیته که به خشکی رسیدم. خشکم، خشک نمیذاره، بورینگ میشی، خسته کننده میشی، حوصله سربر میشی. چرا؟ چون که دیگه آب ندارم، تازگی ندارم. ملاقات با هنرمند درونمون همونطور مثل این که شما این بچه‌های طلاق متاسفانه دیدین دیگه. از این نظر میگم متاسفانه، چون که نه ازدواجمون رو بلدیم نه طلاقمون رو بلدیم. فکر میکنیم که خب حالا طلاق نگیریم چون این بچه آسیب میبینه. گاهی اوقات میبینی بچه طلاق خیلی بهتر از اون بچه‌ای که داره توی یک محیط پر تنش داره بزرگ میشه، اما باز همون هم روال داره. بچه‌های طلاق رو دیدین که مثلا هفته یه بار مثلا یکی میبره، یه هفته رو مادر میبره، یه هفته پدر، یا اینکه با مادر زندگی میکنه آخر هفته ها با پدر میره بیرون، یا با پدر زندگی میکنه با مادر میره بیرون. اون تایمی رو که میره اصلا دلش نمیخواد که حتما براش خرج کنن، پول بدن. میخواد تایم با کیفیت باشه، میخواد که خیلی اون زمان خوش بگذره بهش، بازی کنه، هر کار دوست داره بکنه. برای همون با یک والد همیشه بیشتر بهش خوش میگذره، چون هر کار دوست داره میکنه. ولی یه والد دیگه سختگیره، نباید، منطقیه. این کار چیه کردی؟ چرا اینو خوردی؟ چرا اینو سر جاش نذاشتی؟ چرا درستو نخوندی؟ یکی سختگیرتره. ما در طول زندگی با کودک درونمون داریم این کار رو میکنیم، همش داریم بهش سخت میگذرم. خیلی اب نداره، تمام طول هفته داری بهش سخت میگذرونی، بگذر. ولی 2 ساعتی که داری میبریش بیرون، بذار اون والد خوش اخلاقه باشه باش، بذار هر کار دلش میخواد این کودک تو بکنه، بذار کیفیت داشته باشه این رابطه. همونطور که یه همسر با همسرت میری بیرون، باید رابطه کیفیت داشته باشه. چقدر از شماها در طول زمان با همسرتون، با پارتنرتون صحبت میکنین، وقت میذارین برای هم دیگه، خلوت دارین با هم دیگه؟ خیلی ها اصلا این خلوت رو ایجاد نمی کنن. میخوان برن کافی شاپ، هم یکی دیگر سر را میگن بردارین ببرید. سفر میخوان برن، حتما باید 2 نفر دیگه همراهشون باشه. شام میخوان برن بیرون، یکی دیگه باید باشه. تو خونهشون همیشه یک نفر دیگه باید بیاد. چرا؟ دعوا نشه. دعوا میشه، دقیقا. یه وقتایی جان؟ من اینطوری میخوام بکنم حتما شاید خودش میگه که مثل خانم من، اما من برای این نیست که مثلا میخوام یکی دیگه هم باشه، برای این که مثلا
گرم‌تر باشه بیشتر خوش بگذره مثلا یه فکر رو میکنم ولی خب مال یک زمانی بود ولی قانون جدید هم باز که میکنم نه خودمون دوتا مثلا بهتره. من نمیگم اون بده ها، من میگم که تایم باید بذاریم اینم داشته باشیم، یعنی حتما تایم بذاریم که اون خلوت 2 نفره باشه. چرا نمیکنن خیلی ها؟ میترسه با همسرش تنها باشه، روبرو بشه گفتگو کنه، میترسه با کودکش تنها باشه گفت. میخوام اینو برگردونم که میترسیم با خودمون تنها باشیم گفتگو کنیم، ترس از روبرو شدن داریم، همونطور که ترس از شاید خلوت با همسرمون داریم، سرمون رو گرم میکنیم به چیزهای مختلف. با خودم هم همینطور، میترسم تنها باشم، حتما با یه چیزی باشه. اینایی که کتاب یک سر دستشه تو تمام راه مسیر قطار نشسته و این کتاب رو میخونه، گیم دستشه تمام مسیر سفر داره گیم، ویدیو، موزیک، ورزش، هر چیزی که من دائم. چون میترسم 10 دقیقه با خودم تنها باشم، هیچی نباشه، هیچ ابزاری نباشه. فکر کنین تو یک جزیره افتادید، چشاتون رو ببندین الان، تو یک جزیره ای تا 4:30 هست، 4-5 دقیقه هست، 2 دقیقه فقط، 2 دقیقه با خودتون برین تو جزیره، هیچ وسیله‌ای ندارین، هیچی ندارین، در وسط یک جزیره خالی از سکنه، پای برهنه، روی شنها داری قدم میزنی. تصور کن که از یه هواپیما یا کشتی به گل نشسته و هیچ سکنه دیگه نمونده و فقط توی اون جزیره و تنها. اون لحظه که داری خودتو تصور میکنی، به چی فکر میکنی؟ احساست رو کاملا درک کن و ببین چه حسی داری الان. حس تنهایی در اونجا به تو چی میده؟ ترس، اضطراب، شاید هم آرامش یا رهایی. حس تو قشنگ تجربه کن. حالا شروع کن به دویدن
و هر اونچه که به فکرت میرسه انجام بده. هر اونچه که دوست داری. دوباره حستو تجربه کن. بعد از اینکه اون کاری رو که دوست داری انجام دادی. حس کن که به کودکی برگشتی و الان همونجا هستی. هر سنی رو که دوست داری تصور کن. هر سنی که احساس تو رو بهتر درک میکنه. اون کودک هر چند ساله چی کار میکنه تو ساحل یا جزیره؟ احساسش رو کاملا حس کنی و خودتون رو به آب بزنی و هر طور که دوست دارین در آب بازی کنی. میتونین زیر آب برین و در اون اقیانوس چی میبینی؟ تصویر رو با جزئیات ببینی. تصویر زیر آب رو. خب آروم آروم میتونه از آب بیان بیرون و از خواب هم بیاین بیرون. چطور تجربه‌ای بود؟ ترسیدی اول؟ میترسی از تنها بود؟ با خود؟ نه وقت نمیذاری برش. یعنی تا میگه بیا با هم بریم بیرون یه بهانه میاری. الان کار دارم، الان دوستم زنگ زده، الان مامانم نگران میشه.
یکی دیگه هم بیاد، گم میشم. پیاده روی میکنم با یکی صحبت کنم، حتی شده تلفنی موزیک گوش بدم. شما تجربت چی بود؟ من تو از تنهایی آرامش داشتم که تنها خیلی نترسیدی تو جزیره؟ من یه جاش دوست داشتم بالای درخت بودم که از این بالا بودم. خیلی تجربه دیگه؟ من تنها نداشته. شما تو جزیره هم کسی بود؟ آره خب واقعا بعضی نمیتونن. بچه اون موقع چرا باید بدم آخ چه عالی اونجا بچه اومد. چون بچه من تنها بودم. آها. میرفتم با پدر بزرگم باشم به من برو تو باغ رفت یک تنها چی باده رفت. آره رو همون تاپ خوردین. خیلی عالی، تجربه خوبی. خیلی نه آرامش داشتم و هرچی میزش بیشتر بعضی زیادتر میشد. زیر اقیانوس چی دیدی؟ من یاد رفتم قواسی دقیقا اون برای شد بلکن قواسی کجا؟ قشم کیش؟ یکیش به خیلی خب شما آقایون سوال ما شروع کردیم درخت قطع کردن و شلتر درست کردیم زیر آقا ماهی آدم ورزشکار ببین هر جا میشه ما رو ببینیم من داشتم قسمت SOS شده داشتم میگم چیکار کنم آب نزنم. خیلی عالی. شما چی؟ من ترس داشتم و آرامش خاصی و راحت بودم. ریلکس بودی. قدم میزدی. آره قدم زدم. خب پس میتونی تنها باشی، با خودت تنها باشی، نه خیلی شادت میکنه نه غمگین هستی دیگه، یه جوری تماشاگر. شما میخوای بگی؟ من از آرامش به ترس تبدیل شدم. آها. یعنی کودکی میترسیدم، الان بهتر آرامش بیشتری. چه جالب. کودکی بود ترس بیشتری داشتم، همین آرامش بیشتری. یعنی اون زمانی که بزرگ شدی اونجا آرومتر شدی ولی تا کودک بودی میترسید. دوستان دیگه اگر تجربه خاصی دوست دارن به اشتراک بگذارن. شاد بود. خیلی عالیه. خیلی. این همون خلوتیه که در واقع ما میخوایم داشته باشیم با خودمون. بعضیا میترسن با خودشون، بعضیا با خودشون شادن، بعضیا بهانه میگیرن، بعضیا وقت ندارن، شلوغن. دقیقاً همین زندگی بیرون نمونه که وقتی مثلا بچه، کودک، همسرمون، دوستمون، پارتنرمون میگه بریم بیرون یا وقت بذار برای من، 1000 تا بهانه داریم، کار داریم. کودک میگه بریم سینما. کودک پول خرج کردن نمیخواد، کودک وقت باید براش بذاریم. فرزند درون ما وقت باید براش بذاریم. اون بزرگترین کاخها، قشنگترین جاها، هر چی رو ببری ولی دلش میخواد بازی کنه. اصلا مهم نیست که تو هتل 5 ستاره است یا کمپه، اون با افراد میخواد باشه و اگر که اون وقت رو نذاریم همیشه حس نیازه هست. بسیاری از پنیک هایی که افراد میکنن میبینین مال همین که اون نیازش، توجهی که از پدر یا مادر خواسته در اون لحظه فکر کرده یکی دیگه اومده ازش گرفته. کم نیستن بچه هایی که حالا هم تو مراجعین زیاد دیدم که آمدن و وقتی که میشکافی میبینی که میگه آره اون روز من با قرار بوده با پدر مادرم بریم سفر، مثلا بلیت داشتیم، پدر من اومده و کار خیر میخواسته انجام بده،
یه عمل جراحی یکی داشته، پول سفر ما رو داده به اون فرد و رفته و هنوز که هنوزه برای من اون خاطره تلخ ترین خاطره است و این فرد ممکنه خودشو به بیماری میزنه حتی یا پنیک یا هر چیزی و فقط زنگ بزنه که پدرش بیاد، حتی به همسرش زنگ نمیزنه. یعنی گاهی اوقات ما نوعی تمارضه کاری میکنیم که انگار میخوایم جبران اون روزی رو که من قرار بوده با پدرم بگذرونم یا با مادرم بگذرونم یا با همسرم بگذرونم، هی میخوام تلافی کنم تا آخر عمر و دوچار نه. کودک درون ما هم همین مصیبت و بلا سرش اومده، میخواسته تنها باشه، میخواسته ببریش بیرون، میخواسته بهش اهمیت بدی، بگی بازیگوشی کن، دوست داری برید کنار خیابون برقصی، برو برقص، دلت میخواد بری این نقاشی کنی، اصلا دلت نمیخواد وکیل شی، چرا باید ها، دلم نمیخواد بیام تو این شرکت به زور وظیفه انجام بدم، باید نبایدی نیست، من باید با عشق، با بازی، همه چی بازی باشه. این کتاب رو نخونین به خاطر اینکه میایین سر این کلاس، هر وقت حالشو داشتین با بازیاشو انجام بدین. خوبیش اینه که همش هم بازیه. ما هم سعی میکنیم اینجا همین گفتگوها و تصویر تمام زندگی ما تصویره، خلاقیت ها بر اساس تصویره. اول این تصویر اینجا شکل میگیره، من به جزئیاتش که بعد میپردازم میشم هنرمند، چون ما همیشه تصویر کلی از یه چیزی داریم اما جزئیات ما رو خلاق و هنرمند میکنه. اینه که گفتم در مدیتیتتون جزئیات رو ببینیم. حالا هی تمرین میکنیم در طول زمان که ما جزئیات رو ببینیم. ما لازم نیست 100 تا تصویر ببینیم، یه دونه رو ببینیم با جزئیاتش دقیق. من برخلاف اون ایده اقیانوس با عمقی وجه، ایده خود من اینه که یه چاه باشه و عمیق باشه. یعنی اگر قراره من کاری رو انجام میدم، قرار نیست 100 تا ایده تو ذهن من باشه و همش هم کم عمق. یک ایده رو برای خودم شخصی، حالا ممکنه پلن اجتماعی یه چیزی باشه، ولی برای خودم شخصی یه تکنیک رو یاد بگیرم، یه تکنیک ورزشی رو عمیق شم، یه تکنیک نقاشی رو، ولی اول پیداش کنم. هنرمنده راهش رو پیدا کنه. حتی اینایی که کارهای غذا، کار نمیدونم سفال، نقاشی، داخل خونه خانه‌داری، لازم نیست من 100 مدل چیزی بپزم که نه، 2 تا رو درست میکنم خیلی خوب. یه درس رو برم بدم، یه تکنیک روانشناسی رو برم جلو. پس بنابراین اون تکنیک ها رو ما عمیق جزئیاتش رو یاد بگیریم که اگر از آمونم پرسیدن بلد باشیم، بتونیم کنترلش کنیم. در ملاقات با کودک، با اون معشوق درونتون، هفته 2 ساعت رو باید وقت بذارید. هیچ بهانه‌ای هم، یعنی فکر کنین که این هفته نوبت شماست این بچه رو نگهداری کنی ببرین بیرون. اون 2 ساعت رو، این تعهدایی که نوشتین باستی انجام بشه. 2 ساعت روزش مهم نیست، مکانش مهم نیست، جاش مهم نیست. گاهی اوقات به شما میگه امروز بریم کافی شاپ، ببرینش کافی شاپ. تنها برو بشین کافی شاپ، یه قهوه خیلی خوشمزه هم برای خودت سفارش بده و بشین با خودت فقط. برو لب ساحل. امروز بچه‌تون، کودکتون میگه بریم سینما، ببرش سینما، ببر تو طبیعت. هر هفته بذار ببین اون چی دلش میخواد، همونی که گفت باش برو انجام بده. دلش میخواد بره بازی کنه، میخواد بره بدوه، تنیس هم بازم 2 نفر است، بازی 1 نفره. میگه منو ببر بولینگ امروز، ببرش بولینگ. کسی رو نبرین با خودتون، هیچ کس. اون میخواد با شما فقط تنها باشه. اوکی؟ هفته دیگه میپرسم ازتون کجا رفتی تفریح. خب حالا طبق معمول کارتامون رو میدیم که شما یه سکوت، یه آرامش. گاهی اوقات پیام‌های ما و جواب نیازهای ما، گفتم همیشه آماده بیرون هست. هیچ چیزی نیست که در ذهن ما بیاد با عنوان نیاز، با عنوان طلب
و بیرون جوابش از قبل آماده نباشه. مثل سوالات کنکور دیگه، جوابا رو از قبل دارن، سوالا رو میدن دست ما. پس نکات کلیدی هست. اون کلید پاسخنامه هستش. خب و گاهی اوقات همین یه پیام کوتاه کلید پاسخنامه شماست. خب من از همینجا ببخشید. برای خودم هم بردارم. به شما ندیدم. آقای طاقتچیان هم که رفت بیرون.